سلام و درود و وقت بخیر. امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتون خوب و خوش و خرم باشه. بریم سراغ ادامه ویدئوهای آموزشیمون در قالب سرفصل‌های الفبا. اگه تا این لحظه الفبایی که داخل کانال براتون قرار دادیم براتون خوب و مفید و قابل هضم بود، خوشحال میشم کانالمون رو لایک و سابسکرایب کنید تا با لایک و سابسکرایبتون به دوستان بیشتری انتشار داده بشه و از ویدیوهای آموزشی ما استفاده بهره رو ببرم. پرونده ترندمون که کلا داخل 4 تا پارت ویدیوی اولیمون بسته شد، ولی محدوده های برگشتی ویدیو اولش رو ساختیم داخل چنل قرار دادیم، ولی این پارت ویدیوی دومشه که بعد از این آموزش و آپلودش داخل کانال میریم سراغ این که الفبا و محدوده ها رو کنار هم قرار بذاریم، یعنی ترند و محدوده های برگشتی رو کنار هم قرار بدیم. داخل یه ویدیوی کامل نماده رو من تحلیل میکنم، سطوح رو مشخص میکنم، انتظارات و تمایلاتی که مارکت و یا خودم از مارکت دارم و با هم به اشتراک میذاریم. داخل پارت ویدیوی اول الفبا محدوده های برگشتی ما گفتیم داخل تایم ساختار و یا تایم میانه محدوده هامون محدوده هایی هستند که با هم همخونی یا همبستگی دارن. یعنی 3 تا محدوده ما کلا داخل تایم ساختار و تایم میانه داریم که اون محدوده ها مثل هم 3 تا محدودن که اولین محدودمون میشه محدوده 50% این لگ، دومین محدوده میشه سطح 2 برگشت قیمت یا سطح اصلاح اولیه مارکت و آخرین هم لولیه که اگه ما از دستش بدیم مارکت روندش از روند صعودی به نزولی و از نزولی به صعودی تغییر میکنه که اگر برای اینم بخوایم ترسیم کنیم بازم به همین منوال، یعنی 3 تا سطح تایم ساختار و تایم میانه عین هم، 3 تا سطح عین هم. اما برای تایم ترید داخل مارکت نسبت به این موو آخر داخل تایم 1 ساعتمون مارکت بیاد با سایکل خاصتری میاد بالا، یعنی مارکت بیاد با یه ریز موجهایی به این حالت داخل تایم 1 ساعته شروع میکنه به حرکت و بالا اومد. این 3 تا محدوده ای که ما اینجا داریم داخل تایم تریدمون هم هست، همون محدوده ها هستن، ولی داخل دل هر مووی از مارکت موو تایم 1 ساعته 2 تا سطوح دیگه هم داره، که اگر بخوایم ترسیم کنیم اگه این روند 1 ساعتمون یه روند صعودی باشه، این آخرین گام مارکت سطح 2 برگشت قیمت یا سطح اصلاح قیمت و لول 50%، که این 3 تا لول رو داخل تایم 1 ساعته داریم و یه سری لول های دیگه که بعدا بهتون معرفی میکنم. بریم رو لایو مارکت با هم بررسی کنیم و سطوح ها رو کامل ترسیم. ببین داخل نماد طلا یه روند کامل صعودی داره، آخرین موو مارکتمون هم مشخص کردیم، یه روند کامل صعودی سطح آخرین لول
برگشتیمون رو مشخص کردیم، سطح 2 دیلی، ترند میانه، سطح 2 اصلاح ترند میانه که مارکت در وهله اول میبینه اولین بار اومد واکنش نشون داد به این لول واکنش نشون داد و مارکت پرت شد به سمت بالا. ولی برای تایم تریدمون ما میایم کل این تیکر رو مد نظر میگیریم. یعنی چی کل این تیکر رو مد نظر میگیریم؟ زوم چارت هم بزرگتر میکنم براتون که این زوم برای تحلیل ما مضر. با این زوم اصلا نباید تحلیل کنیم، چون برای آپلود ویدیو داخل چنله زوم چارت رو بیشتر میکنن که مشخص بشه. زمانی که مارکت رسید به این لول 2 مارکت از این قسمت شروع میکنیم. کوچکترین چرخش ها هم داخل مارکت در نظر میگیریم. حرکت مارکت اصلاح، حرکت دوم اصلاح، حرکت سوم مارکت اصلاح، حرکت چهارم مارکت. پس تا این لحظه ما روندمون یه روند کامل صعودی، یه روند صعودی. از این قسمت مجدد مارکت شروع کرده به چرخش پایین بالا، پایین بالا و برگشت. مجدد اگر دقت کنید این لول آخری که ما داشتیم، این قسمت که برامون مهم بود اگه مارکت بهش برسه و ردش کنه، روندمون از روند صعودی به روند نزولی تغییر میکنه که داخل این ساختار هم برامون یه روند صعودی بلند مدت بود. مارکت اومد ردش کرد و روندش کامل یه روند نزولی شد. پس با این قسمت پشت مارکت دیگه کار نداریم، با این تیکه از مارکت پیش بینیم. خب روندمون روند نزولیه. دوباره میایم شروع میکنیم به تحلیلمون. مارکت اومده این قسمت یه بالا یه پایین، این مسیر رو دیگه مارکت میتونیم چرخش در نظر بگیریم، میتونیم یه تیکه که من سایکلش رو یه تیکه در نظر گرفتم، برای یه تیکه خیلی بهتر. پس این تیکه رو هم پاک میکنیم و الان ترند تایم تریدمون یا لایو مارکتمون یه روند صعودیه که میایم محدوده هامون رو داخلش میکشیم. لول سطحی که برامون حائز اهمیت، آخرین سطحمون، سطحی که اگه مارکت ردش کنه روند دوباره نزولی میشه. سطح چرخش و اصلاحمون هم مشخص کردیم. بعد از این چرخش یه شادوی این قسمت داریم که این میشه یه دونه لول 4. تا اینجای تحلیل سطوها رو مشخص کردیم. برمیگردیم داخل تایم 1 ساعتمون که یه چنین شماتیکی. آخرین سطحی که بعد از این مارکت اومد مووش رو تکمیل کرده، شروع کرده به ساخت ترند، ریزش، این لول 2 رو رد کرده، مارکت بهش واکنش نشون نداده، دیگه حذف میشه. آخرین لولی که طلا میتونه برای من خودش رو برسونه و از این حوالی بخواد به چرخه بره بالا، این لول آخریه که داخل دیلی مشخصش کرد. این آخرین لول. بعد از این لول میشه این سطح آخری مارکت که اگه تا قبل از اینکه اینو رد کنه یه سری الگوریتم داخلش ببینم، معامله خرید ست میکنم داخل مارکت. خب بریم یه نماد دیگر هم بررسی کنیم. نماد AUDUSD که معامله هم لایو روش دارم. ببینید تایم روند بزرگ دیلیمون مشخصه، تایم ساختارمون یه روند نزولیه که بعد از این مدتی که مارکت رنج بود از باکس رنجش خارج شد. بعد از این خروجش مارکت اومده شروع کرده به اصلاح. روندمون مشخصه،
اولین چیزی که ما برامون حائز اهمیته اصلاح ایدئالی که داریم. مارکت 50% اصلاح داشته، دیگه کاریش نداریم. سطح 2 دیلی داشتیم این قسمت که مارکت اومده بازم ردش کرده، اولی واکنش نشون داده ریزش، یه واکنش دوباره ریزش، بعد برگشته برگشته. یه سطح دیگه هم ما داخل دیلی دیگه نداریم. خب بعد از این میایم شروع میکنیم به تحلیل برای سطوح میانه. سطوح میانه این قسمت میبینیم مارکت اومده این سطح رو ما داشتیم از این حوالی که مارکت اومده ردش کرده. وقتی ردش کرده روند میانمون تغییر کرده و صعودی شد که بعد از اینکه صعودی شده مارکت یه تکه اومده بالا. از این قسمت مارکت اومده بالا، پایین، بالا، پایین، بالا، پایین، بالا، پایین، بالا، دوباره پایین، بالا و پایین، که روندمون این قسمت روند نزولی شده. مارکت اومده این قسمت کندلش روندمون روند صعودیه، روندمون روند کامل صعودیه. مارکت اومده آخرین مووش هم رفته بالاتر از این لول کلوز داده، بالاتر از این لول کلوز داده. تو سطوحی برای برگشت داره. اولین سطحی که برای برگشت میتونیم داشته باشیم این شادو است که اینجا پایین. دومین سطحی که داریم این شادوی کاری است. سومین سطح این شادوی. میریم داخل تایم 1 ساعت. میخوایم داخل تایم 1 ساعته بهینش کنیم. کدوم سطوح برامون حائز اهمیت؟ من این سطوح برام اهمیت نداره چون این چرخشه برام ایدئال تره داخل دیلی. میتونیم اینم داشته باشیم ولی من اینو حذف میکنم. مارکت اینجا اومده آخرین مووش رفته، شروع کرده به ساخت ترن. حالا به هر نحوی با هر ستاپی ورودی داده. ماکسیموم تارگتی که دارم نسبت به بقیه AUD که روندشون نزولیه، احتمال میدم تغییر روند داخل ساختارش باشه. بریم نماد بعدی. نماد یورو به USD. یورو به USD روند کامل صعودی داره داخل تایم ساختارش. آخرین لول سطح استاپمون مشخصه، سطح 2 اصلاح برگشتیمونم مشخصه و بعد از اون میان دنبال لول های میانه که اگه بخوایم ترسیم کنیم برای لول های میانه میام از این پایین حرکت، اصلاح، حرکت، اصلاح، حرکت، مجدد اصلاح و حرکت. لول میانمونم یه روند کامل صعودی، ساختار صعودی، میانه هم صعودی. بعد از این صعودی میایم داخل برای تایم تریدینگ. مارکت اومده اینجا یه بالا، یه پایین، یه بالا، یه پایین، یه بالا، یه پایین، یه بالا، یه پایین و آخرین موو صعودی. بعد از این موو صعودی سطحامون رو مشخص کردیم، لولامون هم مشخص کردیم. مارکت اومده یه بار اصلاح داشته رو لول سطح 2. این قسمت مارکت واکنش نشون داده، برگشت بالا، مجدد برگشت پرقدرت هم بوده ولی احتمال ریزش داره. متقاعد شدم که معامله
فروش باز. بریم داخل تایم 1 ساعته. داخل تایم 1 ساعته دیگه تنها لولی که بعد از این میمونه برای برگشت قیمت، هیچ لولی داخل دیلی نداریم الا این لول آخر که اینجاست. معاملاتی هم که باز میکنیم اگر ببینید، حساب خودم حساب لایو، بروکر لایو و معاملاتی هم که باز دارم 5 تا معامله باز دارم. USD CHF تایم فریم هم 1 ساعت است، NZD USD، یورو USD، پوند NZD و پوند AUD که 5 تا معامله فعلا باز دارم، 5 تاش هم داخل سودم و حسابم هم یه حساب های CM لایو، حساب دمو هم نیست. تحلیلایی که آموزشایی که دارم بهتون ارائه میدم با همون سبک با همون استراتژی خودم هم دارم معامله باز میکنم. و اگه ویدیوهای آموزشی براتون بعد نگاه کردن هر ویدیو خوب و مناسب بود، خوشحال میشم کانالمو لایک و سابسکرایب کنید. هر سوالی هم در قالب الفبا